میدونیم که وضعیت جوی قم کویر مانند و هوای بسیار گرمی دارد. در کنار این چادرها قده‌های گلی میزدن. اگه یادتون باشه قدیما تو قم بود که از جهتی که آب توش خنک بود یه تراوت نمی روی این قده هم میزد که پایینش هم یه لیوانای آویزون بود که همونجا آب میخوردن. اینو میذاشتن بیرون چادر که تو به احترامی نشه. تعزیه اون روز هم تعزیه آتش و شروع شد. اومدن پیش عمو مهدی، گفت چی شد؟ چرا اینقدر حرارت داری؟ گفت والا شم میگن آپاندیسش اوت کردن نمیاد. گفت ای کیرم به کس زن شم کسکش حالا به من میگی من کدوم زن قبل جا شم بذاره؟ ای حالا تعزیهم شروع شدن. هم گفتن آه یادی مفتید یه یارو بود حسین شمری بود تو قم، قیافه خیلی بدی داشت ولی بهش گفتن حسین شمر. الان هست میگن بعضیا این قیافش چیز بود ولی خب یه حالت شکلن حسین شمر. این ولی خیلی رقیق القلب بود و دل نازکی داشت و تا اسم ارباب میوردن این خیلی دل شکسته بود. این رفتن اووردن و عمو مهدی نگاه کرد گفت راست میگه قیافشون به شم میخورن. این کلاهخود و همه اینا رو گذاشتن و چیزهای پرای قرمز و خنجر و چاقو و قیچی و دستمال و همه چی، نیزه، شمشیر. آقا اومد نگاه کرد اونجا یه پارچه سبزی هم آویزون میکردن که چهره ائمه رو چیز نکنن. پشت این چادر یکی شروع میکرد خوندن. این وارد شد همینجوری همه گفتن اوه 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 شم رو این چه قیافه و ترس و وحشتی هم رعبی مابین مردم میافتاد که این عجب قیافه نخراشیده و نتراشیده داره. از اون پشت چادر سبز صدا برسن به طفل بیگنه من تا این خوند وقتی دیدن شم عمو مهدی پا چادر گفت کسکش شم گریه کیرم به کستنت. مردم همه دارن نگاه میکنن. زن قبه خنجر بکش با آقا حمله کن. یه مرتبه حالش جا اومد و تی صدا از کجا میاد؟ کیه؟ دوباره از پشت چادر به طفل بیگناه من قطره اسم قطره که اومد دوباره شم از پشت پرده و عمو مهدی گفت کسکش کیرم به کس خار کسکش زنت گایدم دیوس خنجرت بکش چرا تو سرت میزنی؟ مردم دارن هر میخندن. کس تعزیه همه باید گریه کنن. مادر قبه کسکش خدا میدونه بیا اینور زنت میگم. آقا یه وقت خنجر کش چشش میخورد به این سبزه همه حرارت و آتش جنگش میخوابید. دوباره خنجر میزه سر جاش به این نیزه تکیه داد و دوباره به طفل بیگناه من قطره آب تا اسم آب اومد. حسین شم خنجر رو ول کرد زد تو پیشونی آقا. عمو مهدی از اون پشت گفت کسکش ریدی تو ترس خدا نکنه پات بیاد اینور ننت میکنم چونه پدرت کسکش. یه وقت شم خنجر کشید گفت آقا جانم قدر آب پشت چادره هم برو خودت بخور هم به بچه‌هات بده. اگه عمو مهدی هم ارزد خودم خارج شد. علی القوم الظالمین
فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. لا اله الا الله.